شاید برات جالب باشه اگه بدونی کسی که به شدت ازش بدت میاد و عصبیت میکنه یه تیکه گم شده از وجود خود توه. اون یه نشونه است تا تو رو یاد قسمت‌های تاریک وجود خودت بندازه. اون آدم سایه توه و اگه خوب بهش دقت کنی تو خودشناسی خیلی بهت کمک میکنه. بیا یه بار برای همیشه بشینیم و این موضوع سایه رو موشکافی کنیم تا از این به بعد هر جا صحبت ازش شد کاملا باهاش آشنا باشی. سایه یه اصطلاح در روانشناسیه و اشاره داره به صفت‌هایی که ما اونا رو طرد کردیم چون اونها رو بد و زشت تشخیص دادیم. مثلا خشونت، حسادت، خساست، نفرت. اما سوال اینجاست که آیا با طرد کردن این خصایص اونا برای همیشه از روان ما پاک میشن؟ مثلا اگه تو آدم به شدت مهربونی هستی، آیا خصلت خشم و نفرت در تو خیلی کمه یا حتی وجود نداره؟ جواب نه. روان ما تمام صفت‌های متضاد رو در خودش گنجونده. همونجور که در قانون طبیعت پدیده‌های متضاد مکمل همن، یعنی شب و روز، سرما و گرما، قطب مثبت و منفی، روان ما هم دقیقاً همونطوره. اگه عشق توش هست، همون اندازه نفرت هم درش جا داره. اگه بخشش و گذشت درش هست، همون اندازه هم کینه و خشم داره. این صفت‌های متضاد همون سایه‌های ما هستن. چرا بهشون میگیم سایه؟ چون تاریکن، دور از چشم ما، اما همیشه و همه جا دنبال ما وقتی با ویژگی‌های سایه‌مون در یه فرد دیگه روبرو میشیم، به شدت باهاش جرقه میزنیم و در نگاه اول از اون آدم بیزار میشیم. برای فهم بهتر سایه میخوام یه مثال از یه سریال بیارم. سریال ونزدی. این سریال درباره یه دختر نوجوان و باهوش و عجیب به نام ونزدیه. ونزدی وارد یه مدرسه جدید میشه که توش همه مثل خودش عجیب و غریبن و هر کسی یه توانایی ویژه داره. یکی گرگینه است، یکی میتونه با نگاهش آدما رو تبدیل به سنگ کنه و الی آخر. ونزدی هم قدرت دیدن گذشته و آینده رو داره. یه الهاماتی راجع به گذشته و آینده بهش دست میده. اون یه دختر شورشی، خودمحور و سرد و بیروحه. ونزدی همه کاراشو به تنهایی انجام میده و از کمک گرفتن عارش میاد. در نتیجه کسایی که سعی میکنن بهش کمک کنن رو به شدت دفع میکنه و از خودش میرونه. پس تا اینجا معلوم شد سایش احساسات و وابستگی. از قضا ونزدی با مادرش هم رابطه خوبی نداره و انگار ازش بدش میاد. چون کلا رابطه خوبی با عشق، وابستگی و هر آنچه که مادرانه است نداره. ونزدی از این بخش از وجود خودش میترسه چون اونو نشانه ضعف و عادی بودن میدونه. بنابراین مادرش رو به خاطر داشتن اونو سرزنش میکنه. مادرش یه جورایی تبدیل شده به نماد هر آنچه که او نمیخواهد باشد. پس تا اینجا اوکی؟ دختری شورشی، مستقل و سرکش که سایش مادری است، عاشق و وابسته و احساساتی. درسته که ونزدی خیلی باهوش و قدرتمنده، اما همه چی به این سادگی‌ها براش پیش نمیره. یعنی یه جورایی دنیا تا مجبورش نکنه که با سایه‌هاش روبرو بشه و اونها رو بپذیره، دست از سرش برنمی‌داره. چجوری؟ خب اون درگیر یه معمای قتل مرموز میشه و مجبور میشه برای نجات جون دوستش دست به هر تلاشی بزنه. مسلماً تو این چالش به قدرت خاصش یعنی دیدن آینده به شدت نیاز داره، اما میزنه و یهو این قدرتش از دست میره. دیگه هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه اون ویژن‌های راجع به زمان‌های مختلف رو داشته باشه. تا جایی که روح مدیر مدرسه‌اش به عنوان یه راهنما به سراغش میاد و بهش میگه گیر کار تو رابطت با مادرته. تا اونو ترمیم نکنی الهاماتت هم بر نمیگردن. از اونجایی که تیپیکال ونزدی لجباز و یه دنده است، خیلی مقاومت میکنه در برابر این پند و اصلا قبولش نمیکنه. اما خب گفتیم بازی روزگار تا یه درسی به ما نده ولکنمون نیست. داستان جوری پیش میره که پای جون برادرش وسط میفته و ونزدی دستنها هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اینجاست که مجبور میشه پا روی ایگوش بذاره و از مادرش و دوستاش کمک بگیره. از همونایی که به شدت طردشون میکرد. جالبیش اینجاست که به محض شکسته شدن مقاومتش نسبت به کمک‌ها و راهنمایی‌های مادرش طلسمش میشکنه و الهاماتش دوباره بهش برمیگردن و به این ترتیب همه با کمک هم موفق میشن جون برادرش رو نجات بدن. اینجا جاییه که وقتی تجربه میکنه که این یاری گرفتن از دیگران اینقدر کارسازه، میپذیره که عشق و وابستگی لزوماً برابر با ضعف نیست و یاد میگیره این جنبه ها رو به عنوان بخشی از وجود خودش بپذیره.
این یعنی در آغوش گرفتن تمامی بخش‌های سایه. پس راه درست برخورد با سایه چیه؟ اول باید بپذیریم که سایه ها بد و نحس نیستند. اونا اتفاقاً ابزار و سلاح‌های ما هستند. نه تنها خطری برای ما ندارن، بلکه برای محافظت از ما هستند. چون فرض کن اگه خشم نباشه، ما چطور ترغیب بشیم که از حد و مرزهامون دفاع کنیم؟ اگه ترس نباشه، مدام چپ و راست خودمون رو تو دام خطرات مختلف میندازیم. پس سایه ها مفیدن، اما برای شناساییشون دقت و تمرین لازمه. دوم، باید سایه‌هامون رو به رسمیت بشناسیم و به خودمون اجازه بدیم زندگیشون کنیم. دست از طرد کردن و تقبیحشون برداریم. این یعنی اینکه من خشمم رو بپذیرم و اون جایی که وقت بروز سالم خشم هست، اون رو زندگی کنم. ازش نترسم. مثل یک ابزاری در دست بگیرمش و وقتی که نیازه ازش استفاده کنم، چه برای دفاع از خودم، چه برای رشد خودم و چه برای کمک به خودم. پس از این به بعد از آدمایی که ازشون فاز بد میگیری ساده عبور نکن. اونا راهنماهای معنوی تو هستن برای آشنایی با سایت و پس گرفتن اون قسمتی از وجودت که گمش کردی و بدون اون نمیتونی به کمال برسی.